آدم که کلان شده باشه من یک قصه را باید برای شما نقل کنم. بگو کو. مخصوص چی میگه؟ زنک جان ایمو تو دختر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همین بوده. دوستانی از این نگفتن مانات پیش از نوار رو تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد. بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداباد جمع می شود. تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین دوستانی عزیز بار به طرف شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناحیه غازی ملک یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند. کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونم. مرامت کرده زنگ زنید بارای خود را به تاجیکستان روان کنید. سلامت باشید. برابر یک دختر سلام برادر من شما از سعی دادم میتونم ایجای روسیه دیوازم دوبانی تاول کنگه خودش سعی فرزند رفت و شما میتونیم برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت، لیکن ما باری کودک از خردسالی کلان نکردیم. میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلان کنم با وایر برسونم خیلی دیگرش شاید یکم بی فرزند دیگر بود میره در ما میشد زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است. بینا صاحب فرزندم شیرین. بعد میدونی چی زنک جان؟ نامش حکیم جان نام میکنی. حکیم جان. مایک مردک جان. شیر بچه میشه و شیر بچه حکیم جان. مردک جان مردک جان راستی گپ من قصه را خودم نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیان. من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم. من 26 تا 30 دارم. فقط مرا یک چیز غم میداد، همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا آن روز مرا درون به درون غم میداد. من که نه فهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده. نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان. مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم. حکیم جان. نامی من حبیب جان. فهمو راستی گه با چه خیلی نمو موافق اومده یا؟
من راستی گپ این پلی جمع کردگی دارم نه که با پلوی ما همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی ما پلو را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کردی گذشت اکد توبه که گناهات خداوند بزرگ خودش هست خودش میبخشه میگه که زندگی مخصوص بحری بندگی است زندگی بی بندگی شرمندگی است فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است من یورو فهمیدم همیشه گفتنیم که ما پلویی که با غارتگری و با دزدی جمع کردم ما رو چیکار کنم اکه یک راه داره بزرگا میگن که ای راه بزن خیر کن هیچ گپ نه بیار خیر کن صدقه کن که خداوند ببخشه گناهایی کردگی تا خب چیزی که خودت بگی اگر نه من یک دو رفیق دارم نه شاگرد دارم اونی زنگشون میزنم پدر روی کنن میدونی من چیکار میکنم میام اینامی حبیب جان و حکیم جان همشه در ده خیر میکنی چی گفتی؟ نه این کارو نکن وقتی که آدم صدقه میکنه خیر میکنه با دستی راستش خیر کنه با دستی چپش درک نیومه گپیتم درست قبول مولا بچه چیزی که خودت بگی خطر آبروی محمد در جای میره در امان خدا باشد خدای تعالی نگهبانتان باشد در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خوش زندگی کنید الله اکبر ماما در توی کن سلامت باشی بدرو شب ماما در خونه یکان کس هسته نیسته اینجا خیلی میبونیم با بچه آمدن یعنی ما میکنن اینم یه آدم خیر خوب دای رحمتون عید زیاد کنن الله اکبر مالش خوب ماما اینم یک خیر خوب در بچه که خیر خوب یک خوب چور بیانی کجا دمونی؟ اوی توشکندی؟ نباید این بچه های خیر خوب را که دو بتی خیر مالش الهیم آمین هر کس به مراد و مقصد به برتی خوش تن صحت عمرشان دراز کنه سال امانی و تنجی کنه هر کس به مراد برسه همین خیلی چیز کارا بسیار شانانو دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه الله اکبر بسیار شانانو الله اکبر مالش باید توشکندی خوش آمدید